دوستان، امروز میخوایم یک کیف آجیل بدوزیم. اول میام یه پارچه‌ای به شعاع 18 سانت میبریم به صورت نیم دایره. به این صورت از این پارچه 2 تا احتیاج داریم. بعد برای دوختش زیپو اینجا قرار میدیم و خیلی آروم میدوزیم. این کیف آجیل رو میتونید تو کیف بچه هاتون قرار بدیم، چون زیپه خیلی راحت باز و بسته میشه و بچه دیگه اذیت نمیشه. آستری رو دوختیم، زیپو با آستری دوختیم. به خاطر اینکه اینجور شده یه چند تا چرت کوچیک میزنیم تا برای دوخت بعدی راحت تر باشیم. این آستری بود که زیپو بهش دوختیم. حالا پارچه اصلیمون رو به این صورت روی زیپ قرار میدیم. اگه همه جاشو سوزن بزنید خیلی راحت تر میتونین اونو بدوزین. من الان دور تا دورش رو سوزن زدم و شروع میکنم به دوختن. به خاطر چرتایی که دادیم خیلی راحت تر کارمون میپیچه. بعد کارو به این صورت برمیگردونیم. این آستریه کارمونه، این هم رویه کارمونه. به این صورت یه سرزیپ میاریم، اون قسمت رو که بلندتر گذاشتیم اول سرزیپ اونجا قرار میدیم و بعد این قسمت. به همین راحتی زیپمونم گذاشتیم. خب حالا برای اینکه تمیزکاری انجام بدیم اینو به این صورت چپ میکنیم. اینجا دقت داشته باشیم که به این صورت باید باشه. یه مقدار از این قسمت رو میدوزیم، یه مقدار رو نمیدوزیم، مابقیش رو میدوزیم. میدوزیم، نمیدوزیم اینجاشو. و مابقی کارمون رو میدوزیم.
اضافه هاشو قیچی میکنیم یه مقدار سبک بشه. بعد از این قسمت که ندوختیم کارو برمیگردونیم. الان این پشت کارمونه. این قسمتشو که ندوختیم برای پاکدوزیش دوباره به این صورت تا میکنیم و میدوزیم. از قسمت زیر کارو به رو چپ میکنیم. این هم یک کیف آجیله خیلی خوشگل برای بچهای دلبندتون. خودتون هم میتونین توی کیفاتون اینو بذارین وقتی میرین سر کار یا بیرون. خیلی هم خوبه.